مرد بزرگ، زادروزت فرخنده باد. به مناسبت زادروز شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی 4 آبان. درود بر فروغ ایران زمین، بر شاهی که سرافرازی و شکوه را دوباره به این سرزمین بازگرداند. 4 آبان زادروز مردی است که نامش با عظمت، اقتدار، توسعه و استقلال گره خورده است. شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی، پادشاهی که در تاریک‌ترین لحظات تاریخ معاصر مشعل نوگرایی، علم، آزادی زن، پیشرفت اقتصادی و غرور ملی را در دست گرفت و ایران را به مسیر عزت راهنمون ساخت. او همان شاهی بود که سدهای بزرگ، کارخانه‌ها، جاده‌ها، دانشگاه‌ها و ارتش مدرن را پایه‌ریزی کرد. حامی هنر، فرهنگ، بانوان، آموزش و همپیمان ملتش در ساختن ایرانی آزاد و آباد بود. با یاد او ما امروز فریاد میزنیم: پادشاه ما، اگرچه در تبعید زیستی، اما در قلب ملتت جاودانه‌ای. فرزند خلف تو شهپر رضا پهلوی راهت را ادامه می‌دهد و نسل ما میراثدار آرمان‌های پادشاهی مشروطه و مدرن تو خواهد بود. در این روز خجسته ما فرزندان ایران با سربلندی اعلام می‌کنیم تا بازگشت شکوه ایران، تا طلوع دوباره خورشید پادشاهی ایستاده ایم. جاوید شاه، پاینده ایران، برقرار ایرانیان.